خب چند نفر از کسایی که جلسه قبل بودن پیوندهای جدیدی در مغزشون تشکیل دادن؟ آره؟ چیز جدیدی یاد گرفتید؟ در جلسه قبل گفتم که امروز میخوام مفاهیم و ایده هایی رو توضیح بدم و میخوام از زبان امروزی عرفان استفاده کنم که علمه. و وقتی شما این اطلاعات رو پذیرفتید و درک کردید، ازتون خواهم خواست که اونها رو برای بغل دستیتون توضیح بدید و باید 2 نفری برای خودتون یه مدل ادراکی بسازید. خب آیا میتونید رو کنید به بغل دستیتون، توی چشماش نگاه کنید و بهش بگید همه تلاشم رو میکنم تا این مدل رو برات توضیح بدم؟ میتونید این قول رو به هم دیگه بدید؟ توجه کردن یعنی حضور و یه مهارته، مثل بقیه چیزایی که هرچی بیشتر روش کار کنید بهتر اون رو یاد میگیرید. اگه کسی در زندگیتون حضور قلبی داشته باشه میفهمید، چون بهتون توجه میکنه، و اگه بهتون توجه نکنه یعنی پیشتون حضور نداره. یه بچه هم این رو درک میکنه. خب ما یه چیز سیار داریم به نام هوشیاری. میتونیم خاطرات تلخ گذشته رو زنده کنیم. این خاطرات در چینهای ماده خاکستری مغزمون هک شدن و ما میتونیم اونها رو زنده کنیم. در اون لحظه واقعیه. شما لحظه حال رو گم میکنید و میرید توی گذشته. قبول دارید؟ همچنین میتونید منتظر اتفاقات آینده باشید. میتونید از بقیه چیزها صرف نظر کنید و کل توجهتون رو به اون تصویر اختصاص بدید و لحظه حال رو گم کنید. پس توجه کردن یعنی حضور داشتن. تحقیقات نشون میده که اگه حواستون رو به طور کامل به اطلاعات معطوف نکنید، از اون لحظه به بعد درک و فهم شما به صورت پله‌ای پایین میاد و در نتیجه مدلی که دارید ایجاد میکنید پایه‌های ضعیفی داره و من نمیخوام مدل شما نقطه ضعفی داشته باشه، چون در سست‌ترین لحظات، در تیره‌ترین شبها نباید خودتون رو از امکانها منصرف کنید. میخوام این اطلاعات رو به کار ببندید. بنابراین اینجوری نباشه که من در مورد مدل کوانتومی واقعیت حرف بزنم اما شما فکرتون پیش نوبت آرایشگاه باشه که سه‌شنبه است، یا به این فکر کنید که شام رو با کی میخورید و حجم صدای محیط بیرون رو کم کنید و به دنیای درون خودتون توجه کنید. و شخصی که بغل دستتون نشسته بیاد با شور و شوق در مورد مدل کوانتومی واقعیت حرف بزنه اما شما اصلاً و ابداً توی باغ نباشید. لطفاً به بغل دستتون قول بدید که اگه حواستون پرت شد بگید یه لحظه وایسا، اصلا نفهمیدم چی گفت. اصلا نفهمیدم چی گفتی، چون فکرم درگیر این بود که برای عروسی 3 هفته بعد مدل موهامو چجوری درست کنم. این کارو میکنید؟ پس لطفاً به همدیگه قول بدید. میدونید چیش جالبه؟ این که ما همیشه این کارو میکنیم. یا عادت ناخودآگاهه. طرف سر تکون میده و با زبان بدن میگه فهمیدم اما حواسش جای دیگه است. میگن این نرماله. اما هر بار که از ناآگاه شدن خودتون آگاه میشید و برمیگردید به لحظه حال، این عادت کمتر میشه. اگه من کارمو خوب انجام بدم، حواستون اونقدر جمع میشه که زمان و مکان خمیده میشن. یه دفعه میبینید جلسه تموم شده و اصلا نفهمیدید چه جوری گذشت، چون مدام در لحظه حال بودید. چند نفر فهمیدن؟ خب من تغییر رو هم خوب میشناسم. خودم شخصا هر روز دارم روش کار میکنم. همچنین این افتخار رو داشتم که بارها شاهد دگرگونی انسانها باشم. و میدونم 95% کسی که در 35 سالگیمون هستیم
در واقع جسمیه که نقش ذهن رو بازی میکنه. خدمتکار اومده جای ارباب و جسم ما به هیجان‌ها و عادت‌های آشنا چنگ میزنه، چون از ناشناخته ها میترسه، چون ژن بقا فعال شده. و خب اگه تغییر رو ببینم میشناسمش. طرف روی لبه پرتگاه وایساده، انرژیشو تغییر داده و بدون اینکه براش مهم باشه که آب چقدر سرده یا چقدر عمیقه یا جریان آب کدوم طرف میره، میپره. اما درست قبل از اینکه بپره بدنش بر میگرده و میگه مطمئنی؟ پس اگه بر حسب قضا اومدید روی لبه پرتگاه و بغل دستیتون هم اومد همونجا و یه دفعه برگشتید که باهاش حرف بزنید، اما دیدید که آب دهن از لب و لوچش آویزونه، یکی از چشماش بسته است و یه دفعه بیدار شد، خواست فرار کنه، آیا حاضرید به بغل دستیتون قول بدید که تمام تلاشتون رو بکنید تا نذارید خوابش ببره؟ خب بیایید اینو بررسی کنیم. شما اینجایید چون یه جورایی معتقدید که خودتون خالق زندگیتون هستید. قبول دارید؟ شما کم و بیش معتقدید که افکارتون روی سرنوشتتون تأثیر میذارن. بنابراین اگر شما خودتون رو با ویژن آینده تعریف نکنید، اون وقت چیزی نمیمونه جز خاطرات گذشته. مغز شما طوری سازماندهی شده که انعکاس همه چیزهایی باشه که شما در زندگی میشناسید. مغز شما یادگار گذشته است. صبحها وقتی بیدار میشید و به عالم حواس برمیگردید و با خودتون میگید وای پس این درد من کو؟ اوه اینهاش باشه. بذار به همه مشکلاتم فکر کنم. اوه اینهاش، اونی که میخوام بکشمش و فلانی هم داره زندگیمو نابود میکنه، باید فلان چیزو به فلانی بگم و بعدش گوشیتون رو چک میکنید و بعدش به فلان شخص یا فلان چیز در فلان مکان و زمان فکر میکنید. شما با این کار مدارهایی رو در مغزتون فعال میکنید که به خاطرات گذشته‌تون وصل هستن. حواستون هست؟ و بعد از این کار باید اون موادی رو به بدنتون بدید که به اونها نیاز داره تا بتونه همون هویتی رو باز تولید کنه که باهاشون زندگی میکنید و بر مبنای تجربیات هیجانی گذشته شکل گرفته. پس باید به همه افراد و اشیایی فکر کنید که واکنش‌های هیجانی در شما ایجاد میکنن. شما از این افراد و اشیا برای تامین اعتیاد خودتون به یه هیجان استفاده میکنید. حواستون هست؟ خب امروز صبح زود بیدار شدم و میخوام باهاتون رو راست باشم، پس خوب گوش کنید. پس اگه با این هیجان‌ها زندگی کنید و این هیجان‌ها فکرتون رو کنترل کنن، در گذشته فکر میکنید و در زندگیتون قابل پیش بینی خواهید بود. میشه گفت فکر و عمل و احساس شما به طور پیوسته، ثابت و یکسانه، اما انتظار دارید زندگیتون تغییر کنه. در نتیجه سرخورده و کلافه میشید، قضاوتگر میشید، چون این چیزیه که در حالت بقا اتفاق میفته، چون میخوایم به عنوان ماده رو تغییر بدیم. متوجه شدید؟ اگه ازتون بپرسن خوانیتو چرا اینجوری هستی؟ اون وقت خوانیتو میگه اگه من اینجوریم دلیلش اینه که فلان تجربه در گذشته برام اتفاق افتاده. 21 سال و 6 ماه و دقیقاً 15 روز قبل. این از نقطه نظر زیست شناسی یعنی ایشون در اثر یک تجربه گذشته عوض شده و اون تجربه یک هیجان شدید ایجاد کرده و اون هیجان باعث شده ایشون توجه کنه و عکس بگیره از اون عامل بیرونی و حالا مغز و جسمش در گذشته است و ایشون نمیتونه بر اون هیجان غلبه کنه. پس وقتی ازش میپرسیم چرا اینجوری هستی، میگه به خاطر فلان تجربه. معنیش از نظر بیولوژیکی اینه که اون تجربه منو تغییر داده و از اون موقع نتونستم عوض شم. متوجه شدید؟ و بعدش داستانشو تعریف میکنه، روایتش رو تعریف میکنه و جدیدترین تحقیقات در مورد حافظه میگه 50% چیزهایی که در مورد گذشتمون میگیم اصلاً حقیقت نداره.
حافظه خلاقه، چون مغز شما با مغز 21 سال قبلتون فرق داره. پس داستان رو تعریف میکنید و بهش آب و تاب میدید. از خلاقیت و تخیلتون استفاده میکنید. پر از شیر و ببر بود. دور و برم پر از حیوانات درنده بود. و اینها باعث میشه مدارهای یکسانی در مغزتون فعال و سیمکشی بشه و هیجان مورد نظر در بدنتون ایجاد بشه تا هویتتون باز تولید بشه. بیشتر مردم ترجیح میدن رنج بکشن و احساس گناه کنن اما وارد ناشناخته ها نشن. ترجیح میدن زندگیشون توأم باشه با قضاوت و قربانی بودن اما سمت امکانها نرن. ترجیح میدن به خاطر کاری که کسی مدتها قبل در حقشون کرده عصبانیتشون رو نگه دارن و دیگران رو باهاش آزار بدن تا اون هیجان باز تولید بشه و دیگران هم همون احساس رو تجربه کنن. متوجه شدید؟ و اینها باعث میشه شخصیت فرد در بند گذشته باقی بمونه و اون شخص زندگیش قابل پیش بینی خواهد بود و هر چی هیجانی تر بشه اون هیجان گذشته بیشتر کنترلش میکنه و جوری رفتار میکنه که انگار در گذشته است. حواستون اینجاست؟ بنابراین اگه صبحها موقعی که بیدار میشید خودتون رو با ویژن آینده تعریف نکنید و نیت واضح رو با عواطف متعالی ترکیب نکنید و انرژیتون رو تغییر ندید، اون وقت میشه گفت دارید با خاطرات گذشته زندگی میکنید. چون بدنتون از نظر هیجانی چرتی شده که نقش ذهن رو بازی کنه و بدنتون در گذشته است و مغزتون یادگار گذشته است. در نتیجه کل حالت وجودیتون، طرز فکر و احساس شما میشه حالت وجودیتون. مدام داره گذشته رو باز تولید میکنه. و انرژی که به میدان مخابره میکنید، یادتون باشه در میدان کوانتومی افکار بار الکتریکی هستن و احساسات بار مغناطیسی هن. و میشه گفت فکر و احساس شما در هر لحظه داره انرژی رو به اطرافتون مخابره میکنه. هرچقدر عواطفتون متعالی تر باشه میدان بزرگتره و این میدان، این انرژی، این فرکانس حامل اطلاعات، افکار شماست، نیت شماست. اما اگه مدام از این میدان نامرئی انرژی برداشت کنید و با رنج و درد و احساس قربانی بودن زندگی کنید، اگه مدام ازش برداشت کنید، هنوزم میدان دارید. هنوزم دارید مخابره میکنید اما تحقق خواستتون مدت بیشتری طول میکشه چون شما بیشتر ماده اید و کمتر انرژی، بیشتر ذره اید و کمتر موج. اما همچنان دارید اطلاعات رو به میدان مخابره میکنید. ای هوش بی‌نهایت و ای ذهن جهان، من دارم امضای رنج رو به سمتت مخابره میکنم. لطفاً به هم تجربه رنج بده. البته جوری بیارش که انتظارش رو نداشته باشم و غافلگیر بشم و شکی برام باقی نمونه که از سمت تو اومده تا بتونم یکم بیشتر رنج بکشم. حواستون هست؟ بنابراین ما به خاطر گناهانمون مجازات نمیشیم بلکه توسط اونها مجازات میشیم. گناه یک نگرشه. متوجه شدید؟ من میدونم فارغ از این که موجه باشه یا هیچ توجیهی براش نداشته باشید، با توجه به شرایط زندگیتون اگه به طور پیوسته با اون هیجان زندگی کنید، اون هیجانها بیان ژن‌ها رو کاهش میدن و بیماری ایجاد میکنن. خب چه کسی در دنیای شما ارزششو داره که به خاطرش خودتون رو در دام گذشته گرفتار کنید تا بتونید با فکر کردن به اون افراد اون هیجان رو باز تولید کنید؟ صرفاً با فکرتون این کار رو میکنید. متوجه شدید؟ جلسه قبل گفتم که همیشه به دانشپذیرای پیشرفتمون میگم من بهم بر نمیخوره که شما آینده‌تو خودت نمیسازی. این انتخاب خودته. فقط اینو نشون میده که بیشتر عاشق گذشته‌تی تا عاشق آیندت. همین. و بیشتر از آیندت به گذشته خودت ایمان داری و بیشتر از آینده نسبت به گذشته احساس تعهد میکنی. کیا متوجه شدن؟ و به همین دلیله که دیگه سوالات رو جواب نمیدم. به اندازه کافی این کارو کردم و حالا میدونم که هیچ اطلاعات جدیدی وارد سیستم عصبی یک فرد نمیشه مگر اینکه هم سطح هیجانش باشه. طرف با گریه میاد روی صحنه. باشه بیا، چی شده؟ بهش میگم وایسا. تمریناتو انجام دادی؟ نه تو متوجه نیستی. نه
نه متوجه هستم. تمریناتو انجام میدی؟ نه 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 نه. جواب بده. نه نه. تمریناتو انجام میدی؟ نه. و میدونم که هر جوابی بهش بدم فرقی نداره. حتی اگه جواب درست رو هم بهش بدم حرفمو قبول نمیکنه. چون این اطلاعات هم سطح حالت هیجانیش نیست. و میدونید بهش چی میگم؟ هی این مسیر رو همراه هم بیا. 3 روز بهم وقت بده، اصلا 2 روز وقت بده، اما همه توانتو بذار. فقط همینو میخوام از تو. از رودخونه رد شو. از اون هیجان عبور کن. یه خاطره بدون هیجان میشه حکمت. و حالا روح آماده رفتنه. و اون شخص با خودش روبرو میشه. با دردش روبرو میشه. با قضاوتش روبرو میشه. با تردیدهاش روبرو میشه. با ترسهاش روبرو میشه. با باورهاش روبرو میشه. حتی دیگه اینا رو هم به عنوان حقیقت قبول نداره. مستقیم باهاش روبرو میشه. و کسایی که ادامه میدن و علیرغم اینها پیش میرن و وارد ناشناخته ها میشن، آزاد میشن. بعدش به خود قدیمیشون نگاه میکنن و خودشون جواب سوالهاشون رو پیدا میکنن. حالا آزادن و به جای گذشته به آینده تعلق دارن. و حالا در این اپیفانی و در این روشنبینی پی میبرن و بیدار میشن. و خب من همچنین میدونم که اگه حالت هیجانی کسی رو تغییر بدی جوری که بتونه شکرگزاری کنه بدون اینکه چیزی به دست آورده باشه، امضای هیجانی شکرگزاری دریافته. و وقتی احساس شکرگزاری میکنید معنیش اینه که یه چیزی دریافت کردید، به یه چیزی رسیدید. بنابراین خیلی ها منتظر میمونن تا یکی یه چیزی بهشون بده و احساس شکرگزاری کنن. اینجوری هیپنوتیزم شدن، اینجوری شرطی شدن. اما در واقع اگه بتونید حالت هیجانیتون رو فارغ از اتفاقات زندگیتون تغییر بدید، اگه مستقل از شرایط محیط بیرون بتونید سطحی از شکرگزاری رو در خودتون حفظ کنید، میتونید به محیط مسلط بشید. متوجه شدید؟ من میدونم که وقتی شخصی در حالت شکرگزاری و حالت دریافت کنندگی و حالت ارزشمندی و حالت رغبت و حالت مهربانی و عشق به زندگی و شادی و سرور و سرزندگی باشه، اطلاعاتی رو میپذیره و باور میکنه که هم سطح این حالت هیجانی باشه و سیستم عصبی خودمختارش رو برای تقدیر مورد نظرش برنامه ریزی میکنه. همینه که مشکل دارم با جملات تأکیدی. میتونید بگید ثروتمندم 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 ثروتمندم، اما همش احساس بی‌ارزشی کنید. این فکر دقیقاً توی ساقه مغزتون متوقف میشه و جلوتر نمیره، چون ذهن و جسمتون در تقابل با همن. متوجه شدید؟ اما اگه فراوانی رو احساس کنید و احساس ارزشمندی کنید، خود به خود میگید من ثروتمندم. حالت وجودیتون رو تصدیق میکنید. اصلاً خودتون رو مجبور نمی کنید. فقط مغز و جسمتون رو از گذشته خارج کردید. تفاوتش همینه، درسته؟ بنابراین جلسه قبل گفتم 90% از افکار شما همون افکار روز قبل هستن. بنابراین این افکار منجر به انتخاب‌ها و رفتارها و تجربیاتی میشن که هیجان خاصی رو ایجاد میکنن و میتونید این احساسات رو پیش بینی کنید. اگه هنگامی که به تجربیات آینده فکر میکنید بتونید احساس اون تجربه رو پیش بینی کنید، میاد جزء شناخته ها. شما دارید یک نیت واضح رو با یک هیجان ترکیب میکنید و گذشته‌تون رو باز تولید میکنید. حواستون هست؟ هیچ کار اشتباهی نکردید. فقط خیلی لفتش دادید. شما توی یک برنامه گیر افتادید و واقعیت شما مساویه با اون حالت وجودی. میدونیم که افکار جدید منجر میشن به انتخاب‌های جدید و انتخاب‌های جدید به رفتارهای جدید و رفتارهای جدید به تجربیات جدید ختم میشن و تجربیات جدید به هیجان‌های جدید منجر میشن و این هیجان‌های جدید افکار جدیدی میارن. به این میگن تکامل. بنابراین اگر فکر و انتخاب و رفتار و عمل و تجربه و احساسمون یکسان بمونه، سیمکشی مغزمون میشه یه سری برنامه.
برنامه‌های خودکار. اما وقتی اطلاعات جدید یاد میگیرید، دوخت جدیدی به بافت سه‌بعدی ماده خاکستری مغزتون اضافه میشه و حالا مواد لازم رو در اختیار دارید تا یه جور دیگه فکر کنید. و اگه جور دیگه ای فکر کنید، مغزتون دنباله های جدیدی رو فعال میکنه. الگوها و ترکیب های جدید فعال میشه. اگه از مغزتون جور دیگه ای کار بکشید، ذهنتون تغییر میکنه. چون ذهن حاصل کار کرده مغزه. پس اگه کارتون رو درست انجام بدید و اطلاعات رو به اشتراک بگذارید، کم کم ذهنتون تغییر میکنه. و در نتیجه میتونید با ذهنیت دیگه‌ای به مشکلات زندگیتون نگاه کنید. میتونید با ذهنیت جدیدی به آینده‌تون نگاه کنید. و شاید انتخاب هاتون هم همسط بشن با اون آینده. این یعنی شما به آینده‌تون بیشتر از گذشته‌تون ایمان دارید. فهمیدید؟ حتی شاید مثل کسی رفتار کنید که از فراوانی برخورداره برای دل خودتون. حتی شاید این رو تجربه کنید که پول همینجوری در زندگیتون ظاهر بشه. این اتفاق رو صدها بار شاهد بودیم. و شاید این باعث بشه بیشتر احساس فراوانی کنید. ممکنه اینقدر احساس فراوانی کنید که شروع کنید به بذل و بخشش. چون احساس فراوانی بهتون دست داده و میدونید که پول بیشتری به دست میارید. دیگران وقتی این رفتار رو میبینن با خودشون میگن انگار بازم یادش رفته قرصاشو بخوره. معلومه. اما براتون مهم نیست دیگران چی فکر میکنن. چون دیگه نمیخواید با اون اشخاص اعتیادتون به کمبود رو تأمین کنید، بلکه احساس ارزشمندی و فراوانی میکنید و بخشی از خودتون رو در اون شخص میبینید که دیگه اونجوری نیستید و به جای اینکه در مورد اون شخص قضاوت کنید، بهش عشق میورزید. موقعی که میرید خرید توی صف سوپرمارکت، به جای اینکه در مورد نفر جلویتون به خاطر چیزهایی که خریده قضاوت کنید، نسبت بهش احساس عشق میکنید و قلبتون باز میشه و شروع میکنید به پخش کردن این انرژی در کل سوپرمارکت. نیتتون اینه که زندگی همه غنی‌تر بشه. توی فروشگاه یه احساس باور نکردنی بهتون دست میده. بعدش سوار ماشین میشید و پشت چراغ قرمز وای میسید توی ترافیک و در این لحظه احساس از خودگذشتگیتون گل میکنه. اینجوری میکنید. با اینکه دیرتونه اما استرس ندارید. وقتی میرسید میبینید همه دیر رسیدن و کسی ناراحت نشده و به این ترتیب بهره‌وریتون میره بالا. سبکبارتر میشید، رها میکنید و به این ترتیب معجزات و چیزهای شگفت‌انگیز در اطرافتون رخ میده. و دیگران میپرسن چی کار کردی؟ شما هم بهشون میگید من فقط عادت خود قدیمم رو ترک کردم و خودم رو از نو ساختم. این خود جدید رو تمرین کردم، کلی بهش فکر کردم و عمل و احساسم رو شبیهش کردم. یه شخصیت جدید یه واقعیت شخصی جدید میسازه. تو چطوری؟ اینا رو برای بغل دستیتون توضیح بدید. همتون از پسش بر میاید. همچنین بعد از دیدن کلی اسکن مغزی به صورت ریل تایم، میدونم که وقتی زندگیتون رو در قالب یه هیجان آزاردهنده تحلیل میکنید که براتون آشنا هستن، مغزتون بدتر میشه. من این رو بارها و بارها مشاهده کردم. چون هیجان‌های مربوط به بقا مغزتون رو تحریک و دچار بیش تحلیلی میکنن. مغزتون رو وارد امواج مغزی بتای بالا میکنن. وقتی اینطور شد و فکرتون در چارچوب اون هیجان محصور شد، این مسئله باعث میشه که مغز شما تعادلش رو بیشتر از دست بده. چون اون هیجان یادگار گذشته است و شما دارید در گذشته فکر میکنید. و هر قدر هم در اون حالت هیجانی آشنا دست به تحلیل بزنید، شرایط زندگیتون هیچ تغییری نمیکنه. متوجه هستید؟ بنابراین اگه هر روز صبح وقتی بیدار میشید خودتون رو با ویژن آینده‌تون تعریف نکنید و با خاطرات گذشته‌تون زندگی کنید، بعدش صبحتون رو شروع کنید و همون رفتارهای روتینی رو انجام بدید که حفظش کردید و به خوبی انجامشون میدید، اون وقت میشه گفت یه سری برنامه رو اجرا میکنید.
بنابراین حتما قبول دارید که بر اساس کارهایی که در گذشته انجام دادید برای یک آینده قابل پیش بینی برنامه‌ریزی میشید. متوجه شدید؟ اگه صبح‌ها وقتی از خواب بیدار میشید همون آدمای همیشگی رو ببینید و به همون مکانهای همیشگی برید و همون کارهای همیشگی رو در همون زمان همیشگی انجام بدید، اون وقت دیگه شخصیت شما واقعیت شخصیتون رو نمیسازه، بلکه واقعیت شخصیتون داره شخصیتتون رو میسازه. دارید هم سطح محیط فکر میکنید و محیطتون، اون شخص یا چیز یا مکان یا شی یا تجربه، در واقع داره مدارهای قدیمی گذشته رو در مغزتون روشن میکنه. متوجه هستید؟ بنابراین حالا محیط شما داره طرز فکر و احساس شما رو کنترل میکنه، چون اون فکر یک هیجان رو به وجود میاره و حالا حالت وجودیتون به طور کامل در گذشته است. در نتیجه محیط شما حالت درونیتون رو تنظیم میکنه. اگه فکر و احساس شما یکسان بمونه، اون احساسات به ژن‌های خاصی سیگنال میدن. یه جور رقص تانگو ایجاد میشه بین دنیای بیرونی ماده و دنیای درونی بیولوژی، با هم مساوی میشن. بنابراین اون افکاری که هم سطح محیطتون هستن و احساسات خاصی رو به وجود میارن، حالت وجودی یکسانی رو ایجاد میکنن و شما زندگی یکسانی رو باز تولید میکنید و حالا شخص توی محیطش گیر میفته و هیچ چی تغییر نمیکنه مگر اینکه دچار مشکل یا بحران بشه. حواستون اینجاست؟ بنابراین تغییر کردن یعنی بزرگتر شدن از محیط، بزرگتر شدن از مشکلات زندگی و بزرگتر شدن از شرایط دنیا و همه آدم‌های بزرگ تاریخ اینو میدونستن. اونا خودشون رو با گذشته حال تعریف نمی‌کردن، بلکه خودشون رو با حال آینده تعریف می‌کردن و جوری زندگی می‌کردن که انگار اون واقعیت آینده پیشاپیش داره جلوی چشماشون رخ میده. نمیتونستن ببیننش، بوشو حس کنن، مزه‌شو بچشن، لمسش کنن یا صداشو بشنون. فقط توی ذهنشون زنده بود. توی ذهنشون اونقدر زنده بود که جوری رفتار میکردن که انگار محقق شده، به آینده تعلق داشتن. بنابراین اگه آینده جدیدی نمیسازید، میشه گفت محیط شما داره طرز فکر و احساستون رو کنترل میکنه. وقتی اینجوری شد ما قربانی محیطمون هستیم. چند نفر متوجه شدن؟ با بغل دستیتون یه گفتگوی پرشور در این مورد داشته باشید. همتون از پسش برمیایید. پس آیا قبول دارید که وقتی به افکار خاصی فکر میکنید مدارهای مختلفی در مغزتون روشن میشه و این افکار به بخش دیگه‌ای از مغزتون سیگنال میده تا یک ماده شیمیایی براتون بسازه تا احساستون دقیقاً هم سطح این فکر بشه. زمانی که رنج رو احساس میکنید یا احساس گناه و احساس بی‌ارزشی میکنید، این هیجان‌ها باعث میشن افکار مشابهی در مغزتون فعال بشه و همون مدارهای قبلی در مغزتون سیمکشی بشن و مغزتون بیش از پیش سیمکشی بشه. بعدش همون مواد شیمیایی قبلی تولید میشه تا همون حالت هیجانی قبلی به وجود بیاد و تکرار این چرخه جسم رو شرطی میکنه تا به صورت ناخودآگاه جای ذهن رو بگیره. حالا جسم شما ذهنیت احساس گناه و رنج رو داره. این حالت وجودیشه. بنابراین آیا قبول دارید که تغییر کردن یعنی بزرگتر شدن از جسم؟ بزرگتر شدن از جسمی که رفته جای ذهن. خب اگه اجازه بدید که جسمتون نقش ذهن رو ایفا کنه و اگه اون هیجان جسم رو به گذشته وصل کنه و اگه این 95% کیستی شما باشه، اون وقت آیا قبول دارید که اگه سعی کنید این جسم رو بکشونید به سمت آینده، سعی میکنه به گذشته چنگ بزنه؟ آره؟ همینه که آدم‌ها تغییر نمی‌کنن. اینم بگم روح همیشه حاضره اما جسم ضعیفه. اراده بزرگی لازم داره. شنیدید؟ وای این از کجا اومد؟ اراده زیادی میخواد. بزرگتر شدن از جسم. اینو میدونم چون ساعتها نشستم و روی بدنم کار کردم. ساعتها نگاش کردم، پاییدمش و به جایی رسیدم که نمیشد بیشتر ادامه داد، چون وقتی اینجوری میشینم، متوجهید؟ وقتی اینجوری میشینم مدام باید بر کارهایی غلبه کنم که باید انجامشون بدم. همه کسایی که باید ببینم و ایمیل هایی که باید جواب بدم، همه جاهایی که باید برم، قرارهایی که دارم. بدنم میخواد بلند شه و بره، اما من میگم بشین
همینجا بشین. و بعدش عصبانی و کلافه و احساساتی میشه و بیتابی میکنه و من میرم توی گذشته. برگرد اینجا. دوباره این کارو میکنم و بدنم میگه ببین تو وقت نداری برای این کارا، باید بلند شی و به فلان کارها برسی. باشه برگرد اینجا. و این کارو ادامه میدم و هر بار که انجامش میدم دارم بدنمو به یک ذهن جدید شرطی میکنم و لحظاتی بوده که فکر کردم دارم دیوونه میشم. حقیقتا فکر میکردم دارم عقلمو از دست میدم و همینطور هم بود. اما این عقل همون ذهنی بود که باید میرفت. متوجه شدید؟ چون در این لحظه در پایان باور هیجانیتون هستید، در اون نقطه، و بدن به ناشناخته ها اعتماد نداره. اما اگه ادامه بدید و برش گردونید به لحظه حال و نذارید بلند شه و کار انجام بده و چیزهایی رو تجربه و احساس کنه و همون شخصیت قبلی رو باز تولید کنه، دلش لک میزنه برای احساسات آشنا تا کیستی شما رو باز تولید کنه و هر کاری بتونه میکنه تا در گذشته بمونه. منظورا رو متوجه شدید؟ آره؟ باید دوباره و دوباره برش گردونید به لحظه حال، دوباره و دوباره، مثل تربیت یک حیوانه. هر حقه‌ای بلده به کار میگیره، حتی متوسل میشه به دوست پسر دوران دانشگاه، همونی که بهتون خیانت کرد. با همش مواجه میشید. بدن هر کاری بتونه میکنه تا ذهن باشه. باید اصرار کنید که ذهن شمایید. دیر یا زود بدن بهتون اعتماد میکنه و وارد لحظه حال میشه. در این لحظه انرژی آزاد میشه و شما از ذره میرسید به موج، از ماده به انرژی، و این آزاد شدن انرژی یه احساس بسیار خاصه. در اینجاست که جسم دیگه برده گذشته و یا آینده قابل پیش بینی نیست، بلکه وارد لحظه حال شده و به شما اعتماد کرده. حتما قبول دارید که اگه روی رسوندن بدنتون به لحظه حال کار کنید و پیوسته اون رو در لحظه حال نگه دارید، به این کار عادت میکنید و میدونید که توجهتون هر کجا باشه انرژیتون هم همونجاست و شما فقط با نشستن تونستید بر یکی از جنبه‌های خودتون غلبه کنید. بنابراین در زندگی بیشتر در لحظه حال خواهید بود، در مواجهه با همه. وقتی موقع شد که یکی رو شفا بدید، وقتی موقع تصمیم گیری رسید، وقتی موقع شد که حالت وجودیتون رو عوض کنید، انرژی کافی در اختیار دارید، چون در لحظه حال هستید. حواستون هست؟ پس بنابراین اگه برای رسیدن به لحظه حال تلاش کنید و اگه به طور کامل وارد لحظه حال بشید، اون وقت در این حالت دارید توجه میکنید و میتونید خلق کنید، چون کلی انرژی دارید برای آفرینش. حواستون هست؟ خب ناظر با نظارتش به شما زندگی میده، شما هم امتداد اونید. اون ناظره، همون هوش عشق ورز و عشق هوشمندی که میشناسید و سعی میکنه خودش رو به واسطه ما متجلی کنه. متوجه شدید؟ بنابراین ناظر شما مدام در حضور شماست، مثل یک آینه. اما توجه شما به افراد و اشیا و مکانها معطوف شده و سرگرم تحلیل هستید و ناظر اینجاست و میگه آهای من اینجام، اما حواستون بهش نیست. وقتی در لحظه حال هستید دارید مستقیم به آینه نگاه میکنید و آینه همون تصویر رو به سمت دنیای شما بازتاب میده. متوجه شدید؟ خب پس شما میفهمید وقتی کسی حواسش بهتون نیست، چون بهتون توجه نمیکنه. اینم یه هوش بی‌طرفه که در همه جا حاضره و با عشقش به ما زندگی میده و باید قلباً در محضرش باشید، همونطور که دوست دارید فرزندتون در محضر شما باشه. برای رسیدن به لحظه حال به چنین اراده‌ای نیاز داریم. بنابراین سوال من اینه: آیا قبول دارید که اگه تغییر به معنای بزرگتر شدن از محیط باشه، اگه تغییر به معنای بزرگتر شدن از بدن باشه و اگه تغییر به معنای بزرگتر شدن از زمان باشه، به معنای عبور از گذشته آشنا و آینده قابل پیش بینی و رسیدن به لحظه حاله، اون وقت قبول دارید
اگه معتقدید که فکر و احساستون واقعیتتون رو میسازه، اون وقت قبول دارید که خوب آدم بنشینه و چشماشو ببنده و با محیط بیرون قطع ارتباط کنه تا مقدار اطلاعات حسی که از راه چشم میاد به حداقل برسه تا دیگه اون مدارهای سابق مثل قبل فعال نشن. حواستون هست؟ موافقید که خوب آدم موسیقی پس زمینه بذاره و گوشگیر استفاده کنه تا اطلاعات مربوط به شنوایی کمتر بشه؟ موافقید که خوب آدم بدنش رو بنشونه و نذاره بلند شه و کار انجام بده و چیزهای آشنا رو برای رسیدن به هیجانهای آشنا تجربه کنه؟ پس زمانی که ارتباطتون رو با محیط قطع میکنید، دیگه نه چیزی میخورید، نه مزه و بویی احساس میکنید، نه بدنتون رو حس میکنید. بدن هیچی حس نمیکنه. اگه بتونید در لحظه حال بشینید و فکر نکنید، به برنامه هاتون و کسایی که باید در آینده قابل پیش بینیتون ببینید و به خاطرات گذشته فکر نکنید و مغز و بدنتون به طور کامل در لحظه حال باشه، اون وقت میتونید مغز و بدنتون رو فقط با فکر کردن تغییر بدید. چون در اینجا لب پیشانی تبدیل میشه به پرده سینما و اون وقت شما میتونید در لحظه حال در اون واقعیت آینده زندگی کنید و مغز شما تفاوتی قائل نیست بین اتفاقی که در بیرون میفته و اتفاقی که در درون میفته. وقتی یک فکر تبدیل به یک تجربه شد، محصول نهایی تجربه یک احساس یا هیجانه. پس شما اون آینده رو احساس میکنید. بنابراین آیا قبول دارید که وقتی بلند شدید و برگشتید به دنیای حواس، مدارهای جدید رو به شیوه‌های جدید فعال میکنید؟ مواد شیمیایی جدیدی میسازید که بدنتون رو به جای ذهنیت گذشته نسبت به ذهنیت آینده شرطی میکنن و اگه این کار رو ادامه بدید، مغز و بدنتون شروع میکنه به تغییر و ممکنه مثل آدمی فکر کنید که فراوانی رو چشیده. مثل یک قدیس عمل کنید. در طول روز احساس کنید نامحدودید. چون حالت وجودیتون رو تغییر دادید و اگه بتونید این حالت وجودی تغییر یافته رو در طول روز حفظ کنید، یه چیز غیر معمول یا متفاوت باید در زندگیتون رخ بده. این یه قانون نیست؟ وقتی اون اتفاق غیر منتظره سر و کلش پیدا شد و شما رو شگفت زده کرد و انرژی اون تجربه باعث شد بیشتر عاشق خودتون بشید، اشتیاقتون به زندگی بیشتر بشه و بیشتر احساس کنید ارزشمند و نامحدودید، آیا نمیتونید فردا دوباره با همین انرژی دست به آفرینش بزنید؟ و آیا قبول دارید که از جایگاه قربانی به جایگاه آفریننده زندگیتون میرسید؟ چند نفر فهمیدن؟ برید و با بغل دستیتون در این مورد گفتگو کنید.